به نام خدا. سلام، با اولین جلسه از آموزش گرامر در خدمتتون هستم. قبل از هر چیزی خواهشی که ازتون دارم اینه که حتما اگه پیشنهادی، نظری، انتقادی هست لطفا بهم بگید. و مورد بعدی هم این که حتما بعد از اینکه فیلم رو دیدید با اون گرامری که آموزش دادم بین 3 تا 5 تا جمله بسازید. اگه خودتون از اون گرامر استفاده کنید خیلی راحت تر مسئله میتونه براتون جا بیفته. بدون فوت وقت بریم سر اصل مطلب. رویه کاری که من الان میخوام انجامش بدم اینه که یه سری چیزا رو میگم و شما یاد میگیرید که به ساده ترین شکل ممکن جمله بسازید. تو فارسی هم ما یه سری جملات ساده داریم، مثلا مثل اینکه من آمدم، فعل داره و حالا فاعل که حالا تو قدیما بهش میگفتم فاعل، امروز هم میگن نهاد، فرقی نداره. فعل داریم و فاعل. تو انگلیسی هم دقیقا همین جوریه. حالا میتونیم یه سری اجزای دیگه به جمله اضافه کنیم یا حالا کمش کنیم، همونطور که تو فارسی داریم. میتونیم بگیم زهرا آمد یا میتونیم بگیم او آمد. تو انگلیسی هم دقیقا میتونیم اسم اشخاص رو به کار ببریم یا براشون ضمیر به کار ببریم. ضمیرهایی که تو انگلیسی وجود دارن عبارتند از I که یعنی من، you یعنی تو، she یعنی او ولی کاربردش برای خانوم ها هستش، he میشه بازم او، کاربردش برای آقایون هستش، it کاربردش برای غیر انسان، حالا حیوان، اشیا یا هر چیز دیگه ای. بعدیش we که میشه جمع، we میشه ما، مثلا میگم we are coming یا we are going. یا بعدیش they هم که میشه آنها. به اینا میگن ضمایر فاعلی یا به انگلیسی میگن personal pronouns. حالا واسه اینکه جملات رو بخوایم بسازیم، تو فارسی که ما میگیم من آمدم، من رفتم یا حالا من فلان کار رو دارم انجام میدم یا هر چیز دیگه. واسه انگلیسی وقتی میخوایم جمله رو در این قالب بگیم که من در حال انجام یک کاری هستم، تو فارسی بهش میگیم حال استمراری دیگه. من میآیم، من آمدم میشه گذشته، من میآیم، من میخوانم، من مینویسم. واسه انگلیسی وقتی میخوایم این کار رو انجام بدیم باید از یک سری از فعل‌های کمکی استفاده کنیم که واسه این اشخاص متفاوتن. مثلا میخوام دونه دونه بگمشون، میشه I، فعل کمکی که براش میارم میشه am، you میشه are، she is، he is، it is، we are and they are. تو نوشتار حالا میان یه وقتایی خلاصش میکنن یا حالا دارن میگن تو محاوره میگن مثلا I'm یا میگن you're که حالا شکل نوشتارش مثلا I'm یه دونه I میذاریم بغلش این تقریبا بالا میشه یه آپستروف و بعد یا مثلا اونایی که ایز دارن من واسه شیو مثال میزنم میشه she's آپستروف اس، یا وی و دی و همینطور یو میشن their، دیشون میذارم آپستروف آر ای. بعد از این میان فعلشون رو به کار برن. فعلی که برای فعل اصلی جملهشون رو میان استفاده میکنن. فعل اصلی جمله نکته‌ای که داره واسه حال استمراری حتما باید آخرش ing بگیره. مثلا میشه I am، میخوام بگم I am writing که میشه من می نویسم، میشه I am، نمیتونم بگم I am write و بگم I am writing. یا مثلا میخوام بگم you are و بگم you are study و بگم you are studying، در حالی که فعلش در حالت عادی میشه study، ولی وقتی من دارم تو این قالب جمله به کار میبرم حتما باید ing آخرش بیارم. یه وقتی ing باعث میشه مثلا فعل من اون صدای آخر مثلا 2 تا تی بگیره، مثلا اینجا رایتینگی که داریم. studying میشه یاد گرفتن، you are studying، یا she is walking.
او داره راه میره، یا he is running، اون داره میدوه. حالت حال استمراری داره. دو تا مطلب دیگه ای که در رابطه با این گرامر وجود داره اینه که من میتونم این گرامر رو منفیش کنم، بگم مثلا من دارم نمی نویسم، من دارم یاد نمیگیرم، من دارم راه نمیرم، من دارم نمیدوم، یا به عنوان مثال من دارم نمیخورم. it برای it آخری it is not eating. وقتی من میام منفیش میکنم این کار میتونم با یک کلمه not رو بیارم یه جای جمله و این کار رو انجام بدم. اون جای جمله که من باید not رو بیارم بعد از فعل کمکیه که I am not writing, you are not studying, she is not walking, he is not running, it is not eating. و این مدلی فعل جمله من منفی شد. الان میشه من نمی نویسم، یا شما یاد نمیگیرید، یا او راه نمی رود، یا او نمیدود، یا اون چیز، حالا میتونه یه حیوانی باشه، داره یه چیزی نمیخوره. و به این صورت جمله من منفی شد. پس الان ما دو مدل یاد گرفتیم، یا میتونیم جمله من مثبت باشه یا میتونه جمله من منفی باشه. و مورد سومی که میتونیم از این گرامر یاد بگیریم اینه که بیایم همینو سوالیش کنیم. مثلا من بیام بپرسم آیا شما دارید میخونید؟ یا آیا شما دارید مینویسید؟ آیا شما دارید میخورید؟ یا از این قبیل چیزا. برای این کار سختی نداریم. الان دوباره فکر میکنیم این ناته اصلا وجود نداشته و فعل من مثبت. حالا میتونه وجودم داشته باشه، هیچ فرقی نمیکنه، ولی برای راحتی کار، این که حالا همه چی با هم قاطی نشه، بس فرض میکنم این نات الان اصلا وجود نداشته. جمله من بوده I am writing. من میخوام اینو جملهشو سوالی کنم، فقط کافیه فعل کمکیمو بیارم اول. یعنی اینو بیارم اینجا، میشه am I writing. خیلی مرسوم نیستش بخوایم راجع به خودمون این سوالو بپرسیم، ولی دیگه وقتی شخصش وجود داره حالا ما تمرین میکنیم دیگه. You are not studying. اگه بخوام این کارو بکنم باید چیکار کنم؟ اول از همه این ناتو حذفش میکنم. ممکنم حالا یکی بخواد ناتو بذاره، یه مدلش هم اونجوری کار میکنیم، بهتون میگم چه مدلی میشه. گفتم چی کار میکنیم؟ فعل کمکی رو میارم. فعل کمکی من اینجا چیه؟ are. وقتی بیاد اول جمله میشه are you studying question mark علامت سوال. She is not walking. اگه بخوام اینو در همین حالت که منفی هست سوالیش کنم، میتونم بگم isn't she walking. اون راه نمیره. اینو شی باید کوچیک باشه، اسش اشتباه نوشتم لحظه. و حالا موردهای دیگه که خودتون میتونید اینا رو کامل کنید و تکمیلش کنید که از این که این گرامر رو یاد گرفتید مطمئن بشید. ممنون که تا اینجا توجه کردید. فکر کنم واسه امروز کافی باشه برای اولین جلسه. منتظر تکلیفاتون و نظراتون هستم.